سلام بچه، ما امروز میخوایم برای این سیملایممون یه استند درست کنیم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه، بزن بریم درست کنیم. خب اول همه ما برای گرفتنش نیاز به یه چیز داریم. حالا اون چیز چیه که این بره این تو اینو بگیره. من رفتم گشتم این پیچ و این دوتا مخرج پیدا کردم. حالا ما باید چیکار کنیم که اتفاق میفته؟ چون که اصلا ببینید اصلا اندازش نیست و باید یه کاری کنیم که اندازش بشه دیگه. چیزهای مختلفی ما داریم میتونیم انجام بدیم. مثلا میتونیم این تهاشو در بیاریم بذاریم تو این نه حالا به اونم دیگه داره دیگه میکنیم، فکرشو میکنیم. خب برای این کار ما باید چیز کنیم. من برای اینکه این جا بشه تو این من رفتم یه مقوا آوردم و بعد الان با مداد اندازه اینو رو مقوا در بیاریم و ببریم. بریم که این کار رو بکنیم. خب من میرم اندازه رو بکشم، ببرم بیارم بهتون نشون بدم. اندازه گیری ها رو تو تایم لپس انجام میدیم. من این دوتا دایره رو بریدم. حالا میبینیم این ورشم این ورشم میبینیم این شکلی قشنگ اندازه چون اندازه زدیم. حالا ما باید این دایره وسط اینو چیز کنیم. باید اندازه این مهره رو روی این بذاریم در بیاریم. بریم که این کار رو انجام بدیم. من انجام میدم بعد به شما نشون میدم. خب من اونا رو درست کردم. الانم میخوام بهتون نشون بدم. ببینید من اندازه مهره رو گذاشتم روی این با مداد کشیدم رو مقوامون. بعدش اینا ببینید یه طوری هم باید باشه که قشنگ این شکلی باید بره توش. اینا منم الان هر دوتا رو میذاره. حالا اینو برای چی ساختیم؟ برای اینکه یکی میاد الان این ور لحظه ببخشید من اینو جا میزنم و بهتون نشون بدم. نتیجه میشه این که یه ورش این ور این ور مهره. حالا این مهرتون دیگه بقیش بلدین. مهرتون این شکل میبندین این تو. من هر دو تا رو میبندم، نتیجهش رو بهتون نشون. خب من درست کردم، نتیجه واقعا خوب شد. نه این شد. الان شما اینو میتونی هر جایی که دلتون میخواد
پیچ کنیم. مرسی این که تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. برین این درست کنین، استفاده کنین، حال میکنین. ببینیم شکلی، این شکلی مثلا جا بسته است، بعد اینو شما این شکلی میکنین، بعد اینجا هویتتون رو میتونین این شکلی هویه میکنین. میتونین اینو برین یه جا ببندین، خیلی خوب میشه. این پیچاش هم از موقع شروع میشن که صفر میکن. خب عالی، فعلا خدا.